سوال 43: معنای کفر چیست و چند نوع می شود؟ چند نوع است؟ جواب: کفر یعنی کافر شدن دو نوع است. کفر بزرگ، کفر اکبر میگویند که انسان را از اسلام بیرون میسازد، انسان را از اسلام خارج میکند، از دایره اسلام برآورده و دایره کفر داخل مینماید. و این کفر اکبر 5 نوع است. یکم کفر تکذیب میگویند، دروغ شماریدن. این کسی است که حقیقت را رد میکند، نشانه های آشکار را رد میکند هرچند برایش روشن است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است، میفرماید: و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه الیس فی جهنم مثوى للکافرین. در سوره زمر. کیست ظالمتر از آن کسی که به الله دروغ میبندد یا حقیقت را رد میکند وقتی که بر او حقیقت میرسد؟ آیا جای کافران بجز جهنم جای دیگری نیست؟ پس یکم کفر تکذیب، کفر دروغ شماریدن است. چیزی از احکام شریعت را دروغ شمارید انسان مرتد میشود، کفر میگردد. دوم کفر استکبار و ابا و با تصدیق، یعنی شخص میدوند که حق است ولی از کبر و غرورش آن را نمیپذیرد، مانند ابلیس. و دلیل آن: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. و یاد کنید وقتی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند بجز ابلیس که سرکشی کرد و تکبری ورزید و از کافران قرار گرفت. پس کسی که سرکشی کند پس کافر می شود، از شریعت روی بگرداند کافر می شود، نماز نخواند کافر می شود، سرکش است. سوره بقره آیه 34. سوم کفر شک و گمان، کسی که مطمئن نیست با این شریعت یا که با آنچه که شریعت الله نازل کرده است بر آن مطمئن نیست، در آن شک دارد، باور ندارد، اطمینان ندارد، پس مثل آن شخص است که به نعمت‌های الله شک کرد و با نفس خود ظلم کرد. کیسه صاحب باغ که الله آن را در سوره کهف آیه 35 ذکر می‌نماید: و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، و به باغ خود داخل شد در حالی که به نفس خودش ظلم می‌کرد و گفت آیا پس از مرگ باز زنده می‌شوم؟ شک می‌کرد در زنده شدن بعد از مرگ. پس هر کسی که شک کرد پس از دایره اسلام خارج می‌شود در چیزی از اسلام. سپس کفر اعراض میگویند. کفر اعراض یعنی کفر روی گردانیدن، کسی که تماما روی میگرداند از اسلام، نه میپذیرد، نه قبول میکند و نه انکار میکند، گویا او را تماما این چیز دخل ندارد. اینو کفر اعراض، روی گرداندن میگوید. روی گرداندن از چیز از دین الله سبحانه و تعالی. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است که والذین کفروا عما انذروا معرضون. و آنهایی که کافر شدند از چیزی که به آنها بیم داده میشد روی میگرداندن. سوره احقاف آیه 3. سپس کفر نفاق، این در ظاهر مسلمان است ولی در باطن کفر در قلب علنگه میزند. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است: ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. زیرا آنها ایمان آوردند سپس در باطن کافر شدند، پس در دلهایشان مهر پیچه زده شد و آنها ایمان نمی آورند. سوره منافقون در آیه 3. اما قسمت دومی از کفر خرد است، کفر اصغر میگویند که انسان را از دایره اسلام بیرون نمی کند. این کفر نعمت است، یعنی انسان نعمتهای الله را ناشکری میکند، قدر نمی کند. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره نحل: و ضرب الله مثلا قريه میگه كانت آمنه. الله یک شهر را، یک ده را، یک شهر را مثال زد که در امن و آسوده حال زندگی میکردند و روزی آنها از هر جا می آمد. پس نعمتهای الله را ناشکری کردند، ناسپاسی کردند. پس الله بر آنها لباس گرسنگی را چشانید یعنی و ترس را در قلب آنها جایگیر کرد به سبب اعمالشان، به سبب عملهایشان. پس قسم دومی از کفر خرد است که در بالا ذکر کردیم. و در قول الله سبحانه و در سوره ابراهیم که آیه 34 می‌فرماید که ان الانسان لظلوم کفار، به شک انسان ظالم است و ناشکر، ناسپاس است.